به نام خدا. سلام دوستان عزیز، جلسه ششم آموزش خط و زبان فارسی. در این جلسه 3 حرف جدید بهتون یاد میدم. حرف او که ترکیبی هست و یک شکل اینجوری داره، او، هر دوی اینها او خونده میشه. حرف که اون هم که متصل و که غیر متصل هست. حرف ت. توجه داشته باشید که در فارسی ما از نقطه استفاده میکنیم. نقطه. از این به بعد من به جای 2 نقطه یک خط میکشم و به جای 3 نقطه یک دایره. پس 2 نقطه مساوی است با یک خط کوچیک و 3 تا نقطه مساوی است با یک دایره. حالا چند تا واژه تمرین میکنیم. واژه‌هایی مثل کودک، کودک. حالا که چسبان در ابتدا، کار، کاشت. حالا اینها رو برمی‌دارم و این شکلی کاشت. تاکسی. ببینید این همین 2 نقطه است. تاکسی. زمستان. باز این 2 حرف رو برمی‌دارم و اینجا خط می‌ذارم. ز و ر. اگر یادتون بود حرف ر رو ما تمرین کرده بودیم. حالا یه نقطه بالاش می‌ذاریم و تبدیل میشه به ز. یعنی به صورت IPA این میشه ر و این میشه ز. زیاد. این چیه؟ 2 تا نقطه است. کلمه بعدی دوست. میتونم دوباره 2 نقطه رو بردارم و یک خط بذارم. روزنامه. روزنامه. توت. یک میوه هست. توت. خیلی راحت اینها رو میتونم بردارم و به جاش یک خط کوچیک بذارم. کسی که زبان فارسی رو بلده میدونه که اینها 2 نقطه است. دوست. خب پس با اینها تمرین میکنیم و واژه های بیشتری میسازیم، مثل کارمند. شکل کاف رو در جلسه آینده به شما یاد میدم که با چه شکل‌هایی میشه اون رو نوشت. شاد و سلامت باشید. خداحافظتون.